دوستان آموزش ترمیم داشبورد رو داریم که اکثرا زانو میخوره اینجا و خراب میشه. اینجا هم جام موبایلی از شاپای موبایله، بریم که درستش کنیم. توکل به خدا. دوستان بتونش قبل اینکه تند بشه میتونید راحت کم و زیادش رو ببرید، یعنی قبل اینکه تمام پخته بشه سری دست بجنبونید و یک از تغییره بتونه بدم. اینجاش مونده ترمیم بشه مثل همین که بعد این کار بریم برای رنگ‌آمیزی. اینم از اتمام کار ترمیمش، بریم برای رنگ‌آمیزی. دوستان اینم از اتمام ترمیم و رنگ‌آمیزی داشبورد دوست عزیزمون که از سقز تشریف آورده بودن. مبارکشون باشه، به خوشی ازش استفاده کنن. در خدمتتون هستم.